بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. بگو خداوند یکتا و یگانه است. خداوندی است که همه نیازمندان قصد او کنند، بی نیاز مطلق است. هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است. اخلاص تمام. تفسیر: قل هو الله احد، کلمه هو ضمیر شأن و ضمیر قصه است و معمولاً در جایی به کار می رود که گوینده اهتمام زیادی به مضمون جمله بعد از آن داشته باشد. و اما کلمه الله مورد اختلاف واقع شده. حق آن است که علم به غلبه برای خداست، یعنی قبلا در زبان عرب اسم خاص برای حق تعالی نبود، ولی از آنجایی که استعمالش در این مورد بیش از سایر مورد شد، به خاطر همین غلبه استعمال تدریجاً اسم خاص خداوند گردید. همچنان که اهل هر زبانی دیگر برای خدای سبحان نام خاصی دارند و کلمه احد صفتی است که از ماده وحدت گرفته شده، همچنان که کلمه واحد نیز وصفی از این ماده است. چیزی که هست بین احد و احد فرق است. کلمه احد در مورد چیزی و کسی به کار می رود که قابل کثرت و تعدد نباشد، نه در خارج و نه در ذهن، اصولاً داخل اعداد نشود، به خلاف کلمه واحد که هر واحدی یک ثانی و ثالثی دارد، یا در خارج و یا در توهم و یا به فرض عقل که با انضمام به ثانی و ثالث و رابع کثیر می شود. و اما احد اگر هم برایش دومی فرض شود، باز خود همان است، چیزی بر او اضافه نشده. می بینیم این کلمه احد در هیچ کلام ایجابی به جز درباره خداوند استعمال نمی شود و هیچ وقت گفته نمی شود جاءنی احد من القوم، احدی از قوم نزد من آمد، بلکه هر جا که استعمال شده کلامی است منفی. تنها در مورد خداوند است که در کلام ایجابی استعمال می شود. یکی از بیانات لطیفه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در همین باب است که در خطبه‌اش درباره توحید خداوند عزوجل ایراد فرموده. چنین آمده: کل مسمی بالواحدة غیر قلیل.